هیچ شادی نیست در این جهان برتر از دیدار روی دوستان. درود با شما دوستان گرامی و چرا من از این سخنهای آدم و شعرا و ابنای رودکی سر کردم، زیرا که من با دوستانم افتخار میکنم و آنها باعث افتخار من هم هستند. امروز باز میبینید من در نزد الیانس آرینا هستم و امروز بازی بین دسته‌های باواریا و گرتا صورت میگیرد. این اقدام اهدا از یک همسایه من در شهر دوشنبه نظاره‌خان است که برای ما بلیط دسترس کردند و ما را گفتند که همچون تحفه شما در این بازی اشتراک کنید و از آنجا شاید گزارش میکنید یا چیزی دیگر چیزی نیست. به هر نوع همین هرچند 11 از پیش عبدالله رودکی این سخنان را گفته بود، در حقیقت معنای خود را گم نکرده است و به دوستان قدم زدن دشوار است. افتخار میکنم که شما هستید و با من هستید. در بین مخلصان گرد نشستم. صدا رو خیلی خوب میبینید. تا حال دسته باواریا میوکن در زینه دوم است و اگر امروز و پیروزی نویل شود پس به جای اول میگیرد. اما نشان دهنده های بین این دسته ها به این دولت نمیکند که گرد در مقابل دسته باواریا بسیار خوب بازی کند، چونکه از 82 بازی که اونا با هم شدیدند در 49 تای اون باواریا پیروز است، اما در 12 بازی باخته است و پس از اون توخیل هم با اومدنش به دستاورد نهایی نمیشود بغیر از یک پیروزی بر بروسیا، یک مساوی دارد، یک باخت دارد، با منچستر سیتی هم یک مساوی دیگر دارد و امروز اگر غلبه نکند من فکر میکنم که اینجا شاید این مربی هم به استعفا رود، چون مقصد اساسیش در برابر ناگلزمن بسیار دستاورد خوب هم داشت، اما او رفت دیگر بازی از بایر یک گریخت و طوری گفتم من اینجا در ایوته مخلصان دسته گرد هستم. یک جای خوب و زیبایی که تماما بازی را خوب ببینی، از این گونه بلندی ها کم شود که انسان فوتبال رو ببیند در حالی که ما مثلا در این حالتهایی که اینجا بلند است این بازی را دیده نمیتونیم، چون این ورزشگاه ها را داریم تو بازی را تماشا بکنیم. دوستان گرامی برای این بازی تشکر میگویم. پیش از همه یک فضای خیلی خوبی هم ورزشی بود و هم بازی بود. در حقیقت بازی هرچند در قسم اولی آخری از جانب باواریا آلمان سخنان بود، ولی در این مورد توانست که نیمه دومی بازی رو بعدی با وجود آمدن چند بازیگرش دیگر کند و گنابری در دقیقه 69 و همچنین کینگسلی کومان در دقیقه 82 دو توپ را به ثمر رسانیدند. پیش از همه توجه ما رو دیگر چیز جلب کرد. اولا من از بالای ورزشگاه فضای این ورزشگاه رو تماشا کردم. در حقیقت خیلی عجیب، خیلی خوب بود و حالا که بازی انجام یافت بعدا من توجه کردم به مخلصان هر دو دسته. از اول در گروه اونجایی بودم که گروه مخلصان دسته گرفته بودند، آنها از آغاز تا به انجام سرود میخوندند. از طرف دیگر وقتی که نزدیک شدن به مخلصان باواریا آلمان، آنها تماما به شکل خاص اینجا مخلصی میکنند که این را باید آموخت. بسیار یک طرز اصولی پیشیانشون خوب بود. و همین طریق باواریا آلمان با حساب 2-0
غلبه کرد و در جدول مسابقات بوندسلیگا به صدر جدول برآمد. اما تا کدام اندازه می‌تواند باواریا در جای اول باقی می‌ماند این از بازی‌های آینده مسئولیت دارد. اگر به همین شکل که بازی می‌کند با دسته‌های از همه جای آخر است گرتا اگر همین گونه بازی نشون دهد برایش دشوار خواهد بود. همین را هم پیش از بازی گمان کردم که اینها 82 یا 83 بازی بود و این غلبه 50 خود را بر دسته گرتا باواریا به دست آورد. اما این 12 بازی را گرتا با پیروزی جنبش کرده بود. از این امید نبود که اینجا گرتا پیروز بشود، اما در جای آخر بود برای بازی خوب بود. دوستان گرامی، در همینجا من از ورزشگاه الیانس آرینا این گزارش خود رو به پایان میرسونم. باقی صحتمند پیروز باشید و خیر الیانس آرینا، چون که من با تاجیکستان عزیز و آن وطنی که تمام فصل‌های سال آنجا وجود دارند و بیش تا سو است برمیگردند. چقدر مخلصان هستند، همه مخلصان بایر هستند، اما در این ورزشگاه گرتا هم بود و این یک حالت هست که ما شما باری اول شاید می‌بینید ببینید چقدر اهلانه از ورزشگاه بیرون میشوند. یگان تلدیهی نیست، دویدن نیست، همه آرام هستند و آداب مخلصی را رعایت میکنند. این البته برای مخلصان ما هم بسیار ضرورت دارد. این گونه مخلصان که در ورزشگاه ما نیستند، اما وقتی دسته مخلصان بازی کرد این گونه مخلصان زیاد میشوند. تلدیهی تماما نبود، در آمدن تماما آرام بود، تماما آزاد بود. از اینها باید آموخت. Das ist ja